برادر عزیز که در مهاجرت یعنی در مهاجرین و در مسافری هستید، یک روایت یک حدیثی من برای شما میخوام. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگه که هر شخصیتی که از خانه بیرون میشود با نیت و مقصد ریسکی حلال پیدا کردن، یعنی کسب و کار کردن، الحمدلله همون رو شما با این مقصد آمده هستید. پیغمبر بزرگوار میگه درجه مرتبه برابر درجه مجاهد راه خدا است. یک انسانی که وقتی طلب ریسک حلال بیرون میشود، پیغمبر بزرگوار درجه و مرتبهش برابر مجاهد راه خدا است، چون که این کسب حلال برآمده است. اگر شما برادر عزیز بزرگوار در هر جای باشید، اگر پاکیزه زندگی کنید، اهل طاعت، اهل نماز باشید، ان شاء الله لحظه های شما عبادت نوشته میشود. حتی پیغمبر بزرگوار مرگی غریبی رفتن، من مات غریبم فقط مات شهیدا. تا کسی در غربت در غریبی به خود شهید بردگی است، درجه شهادت دارد. یعنی